در همین حال بانک ملی تاجیکستان بنابر کاهش قرب سامانی نسبت به اسعار خارجی با روبران بانک‌ها و تشکیلات‌های مبلغ‌گذاری خرد جمهوری جلسه کاری برگزار نمود. در آن وضع فعلی بازار داخلی اسعار، سبب‌های بلند شدن قرب دلار ایمه و راه‌های به اعتدال آوردن حالتی به عمل آمده، پیشگیری کردن عامل‌های حناطی و قلابی هنگام انجام دادن عملیات‌های خرید و فروش اسعار به طور آشکارا و جدی بررسی گردیدند. رئیس بانک ملی جمشید نور محمدزاده ضمن جلسه تاکید کرد که با مقصد پس گردیدن شدت وضع در بازار داخلی اسعار و پیشگیری کردن عمل‌های نامطلوب هنگام انجام دادن خرید و فروش اسعار نقد، بانک ملی یکچند چاره‌های تاثیربخش را که با عملی شدن آنها طلبات بازقحیطی‌تر می‌گردد برام می‌ماند. در این رابطه نسبت تشکیلات‌های قرضی که طلبات‌های بانک ملی را اجرا نکردند و یا خودسرانه ویران نمودند، چاره‌های مجازاتی در شکل جریمه‌های کلان اندیشیده می‌شوند. علاوه بر این، رهبریت بانک ملی سپارش داد که در همه تشکیلات‌های قرضی ستادهای فوری دائم عمل کننده تشکیل کرده شده، همه روزه نتیجه کاری آنها جنبست و قرارهای دخلدار قبول کرده شوند. همچنین برای پرزور کردن نظارت از بالای اجرای طلبات‌های حتمی و اندیشیدن چاره‌های ضروری و قانونگذاری تغییرات و علاوه‌ها وارد کرده می‌شوند. یادرس می‌کنیم که قرب دلار آمریکایی در بازار اسعار نقد تاجیکستان صبح روز 30 نوامبر از 7 سامانی و 60 درم زیاد شد. در همین حال بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی دلار ایمه را سنه 30 نوامبر در سطح 6.872 سامانی مقرر کرده بود.